حتما برات پیش اومده که بخوای یه چیزی درست کنی ولی مجبوری برای تهیه مواد اولیه‌اش از ابرقو تا سبرقو رو هلک و هلک بری تا تهیهشون کنی. لیست تو تازه ممکنه هر جایی هم که میری نداشته باشن و مجبور بشی مغازه به مغازه پرسجو کنی تا شاید بتونی چیزی که میخوای رو پیدا کنی که تهش هم بتونی یه چیز ساده ای رو ازش در بیاری. این دقیقا همون مشکلی بود که آمازون اومد برای ما حل کرد. یه فروشگاه اینترنتی غول‌پیکر که توش از شیر مرغ تا جون آدمیزاد پیدا میشه و میتونی هر چیزی رو که بخوای در کمترین زمان ممکن داشته باشی. سلام دوستان، من خیلی خوش اومدی به یه قسمت دیگه از چنل کالج مدیریت. من علی کارگزارم و اومدم این قسمت برات در مورد تاریخچه و بیوگرافی و راز موفقیت کسب و کار آمازون حرف بزنم. کسب و کاری که جف بزوس ساختش و خیلی خیلی نکات داره و از برترین رهبران دنیا هست خود جف بزوس و این کسب و کار رو بسیار بسیار تونسته شکوفا بکنه. ما توی کالج مدیریت میخوایم این رازا رو بکشیم بیرون و به شما نشون بدیم. پس حتما به خاطر اینکه منو گم نکنی و بیای در ادامه دکمه سابسکرایب رو حتما بزن و بیا دنبالم. معرفی کسب و کار. آمازون یکی از بزرگترین شرکت‌های تکنولوژی و خرده فروشی جهان کارش رو در سال 1994 با فروش آنلاین کتاب‌ها شروع کرد. اما امروز تبدیل به پلتفرمی شده که زندگی میلیاردها نفر رو به شکلی که شاید حتی خودشون هم متوجه نشدن تغییر داده. اما آمازون چیکار میکنه؟ هدف این شرکت فقط این بود که یک خرده فروشی ساده باشه یا یه چیز خیلی بیشتر پشت این داستان پنهانه؟ آمازون نه تنها به فروش محصولات فیزیکی مشغوله، بلکه از نرم افزارهای هوش مصنوعی تا خدمات ابری رو هم ارائه میده. شما به سادگی با یک کلیک از هر جای دنیا میتونی هر چیزی که به ذهنت میاد رو بخری. از کتاب گرفته تا لوازم الکترونیکی، مواد غذایی و حتی فیلم‌های استریم شده. آمازون فقط یک فروشگاه آنلاین نیست، بلکه یک اکوسیستمه که در همه ابعاد زندگی مردم نفوذ کرده. چرا انقدر آمازون موفق شده؟ یکی از دلایل اصلی اینه که این شرکت نیازهای مردم رو خیلی زودتر از هر کس دیگه‌ای درک کرده و راه حل‌های ارائه داده که شاید حتی خودشون هم فکر نمی‌کردن بهش نیاز دارن. برای مثال آمازون با ایجاد سرویس پرایم تحویل سریع و رایگان رو برای مشتریانش فراهم کرده و کاری کرد که خرید آنلاین برای خیلی‌ها به یک عادت روزمره تبدیل بشه. چرخه کسب و کارش هم جالب توجهه. آمازون محصولات رو از هزاران تامین کننده میگیره و به دقت در انبارهایش نگهداری میکنه و به سرعت تحویل مشتریان میده. اما این تمام ماجراست؟ تاریخچه کسب و کار. بریم سراغ یکی از مهمترین کسب و کارهای تاریخ دنیا، آمازون. داستانش برمیگرده به سال 1994 وقتی که جف بزوس توی شهر سیاتل آمریکا این شرکت رو راه اندازی کرد. بزوس که خودش فارغ التحصیل دانشگاه پرینستون و سابقه کاری توی شرکت‌های مالی رو داشته، توی یه موقعیت خاص تصمیم گرفت یه فروشگاه اینترنتی را بندازه. اما جالب اینه که آمازون در ابتدا تنها یه فروشگاه آنلاین کتاب بود. ایده بزوس برای شروع کار این بود که یک بستر ایجاد بکنه که به راحتی کتاب بفروشه. اما اینجا بود که اتفاق اصلی افتاد. بزوس تنها بعد از 2 سال فهمید که پتانسیل این بیزینس خیلی بزرگتر از یک کتاب فروشی آنلاینه. به مرور زمان کالاهای دیگه‌ای مثل موسیقی، ویدیو و بعدتر لوازم خانگی و لباس و حتی مواد غذایی رو هم به سایتش اومد اضافه کرد. حالا میخوام برات در مورد این بگم که اون داستان الهامی چی بود که آمازون و جف بزوس کشید بیرون از توش. داستان برمیگرده به سال 1994. جف بزوس کارمند بود، یه کارمند بلندپایه توی یک شرکتی بود که توی چند تا شرکت مختلف مثل فیتیل و دی ای شاو انکو، اسمای سختی دارن آمریکایی‌ها، که یک شرکتی بوده که توی حوزه‌های مختلف کامپیوتر و سرمایه‌گذاری و مالی و این چیزا فعالیت می‌کرده، اونجا کار می‌کرد. و متوجه چیزی میشه، اون هم این بوده که توی سال 1994 نسبت به سال 1993 یه سال قبلش مصرف کاربران از اینترنت 23 برابر افزایش پیدا کرده و متوجه این میشه که خب رشد داره در آینده به سمت کامپیوتر، به سمت اینترنت داره حرکت میکنه و خب میاد چیکار میکنه؟ میاد شروع میکنه به فکر کردن و ایده پردازی کردن و اتفاقی که میفته از یه جایی به بعد
میگرده دنبال مزیت رقابتی، چیزی که تو اینترنت نیست ولی این میتونه با آوردنش یک مزیت ایجاد بکنه که مشتری برای خودش جذب کنه. خب میگرده و میبینه که در کل توی کل دنیا 20 تا شرکت هستن که دارن فروش آنلاین انجام میدن، یعنی دارن تازه حرکاتی انجام میدن که کار فروش آنلاینشون بگیره و محصولات مختلفی رو گذاشتن برای فروش که هیچ کدومشون هم اون محصولاتشون در سطح مثلا گسترده نیست. مثلا محصولات مغازه خودش بوده، کوچولو بوده، تولید کوچولو خودش بوده، گذاشته بوده و میاد میگرده از آخر متوجه چیزی میشه، این که همه این کسب و کارها، حتی اونایی که چند کالایی و چند محصولی ان و گسترده ترن از بقیه، هیچ کدومشون کتاب نیاوردن برای فروش بذارن. چرا؟ چون کتاب من میخواستن بذارن، فرض بکن که ما چند تا توی یک کتابخونه اصلا توی آمریکا رو نه، تو هم ایران که کتاب‌های فقط قسمت کتابی ترجمه شده که میری اونقدر کتابا زیاده، اونقدر دسته‌بندی‌ها زیاده، وقت نمی‌کنی توی یه روز بخوای همه این کتابا رو هم فقط اسمشو بخونی، در بیاری اسمشو بخونی بذاری سر جاش تو قفسه. و اتفاقی که میفته، علتی هم که تو فروشگاه‌های آنلاین نبوده همین بوده. چرا؟ چون مثلا توی کشوری مثل آمریکا که همه کتابای دست اول داره اونجا چاپ میشه و همه هزاران موضوع داریم برای کار کردن توی کتابا، فکرشو بکن اون زمان با اون تکنولوژی غیر پیشرفته اون زمان خواسته توی سایت واردش بکنن، بایستی هزاران صفحه میشستن مینوشتن که فقط هزاران صفحه فقط این که اسم کتابه بیاد تو کتابه، عکسش بیاد اونجا و این کلی دردسر داشته. به خاطر همین کسی از این فروشگاه انجامش نمیداده. این شخص جف بزوس میاد چیکار میکنه؟ میگه که آقا من دردسرشو به جون میخرم، من مشکلاتشو اون سختیشو میگیرم و انجام میدم این کارو. و میاد چیکار میکنه؟ این کتاب فروشیش میکنه، کتاب فروشی آنلاین، اولین کتاب فروشی آنلاین جهان رو اندازه میکنه و خب یه کاری بوده که پیچیدگی خاص خودش رو داشته و بعد از این کارا سررشته پیدا میکرده. میاد از اون شرکت دی ایشاو انکو استعفا میده و میاد بیرون و توی یک گاراژی که حالا در ادامه فیلم بهش پرداختیم میاد چیکار میکنه؟ میاد کسب و کارش رو راه اندازی میکنه و شروع میکنه به بارگذاری همین کتاب ها برای فروش کردنشون. و یه نکته ای رو اینجا جالب توجهی که اضافه بکنم، اونم اینه که اسم اولیه آمازون نبوده. اسم اولیه که به ذهنش میرسه کادابرا بوده. فیلم هری پاتر رو حتما دیدی که مثلا اون لحظه که میخوام به هری پاتر اون به سلام رفتن ولدمورت میخواد حمله کنه، میگه آدابرا کادابرا، اینجوری قلمش رو تکون میده و میخواد بزنه طرفو بکشه. این آدابرا کادابرا یه جورایی توی انگلیسی یه چیزی تو مایه همون عجی مجی لا ترجی خودمون تو فارسیه و خب ذهنیتش پس این بود که میگفت خب عجی مجی لا ترجی یعنی مثلا یه چیز رو درخواست میکنی و این زرتی ظاهر میشه، یعنی میخواست بگه که عمل کرده سرعت و جادویی بودن رو میخواست تو اسمش نشون بده و با همین اسم شروع میکنه و بقیه بهش میگن این اسم خوبی نیست، این زیاد جالب نیست و حالا این گوش نمیکنه و میره جلوتر و اینکه یه روزی میرسه که یکی از وکلاش داشته کار میکرده و داره در مورد شرکت حرف میزنه، در مورد اسم برندش و عوض اینکه به سلام حرف گفتن کاداور رو بیاد چیز بکنه، اسم اصلی شرکت رو بخواد بیاد بگه، میاد میگه کاداور بد تلفظش میکنه. کاداور به معنی مرده هستش تو انگلیسی، اگه آره مرده به معنی مرده است و این خب جف بزوس همونجا به سلام حرف گفتنی برگاش میریزه و میفهمه که چه اشتباهی کرده تو انتخاب اسمش و اینکه هر کسی ممکنه یه اسم اشتباه بگه و میاد سراغ اسم آمازون رودی بوده که یه رود معروفیه و به هر حال کسی امکان نداره آمازون رو چیز دیگه تلفظ بکنه. چرا؟ چون انقدر شناخته شده از رودش دیگه کسی دیگه چیز دیگه در نمیاره از توش و خب ویژگی مهمی پشت همین اسم بوده. رشد آمازون به تدریج از اوایل دهه 2000 سرعت گرفت، اما سال 2005 رو میشه یک نقطه عطف مهم برای این کسب و کار دونست. سالی که آمازون سرویس آمازون پرایم رو معرفی کرد. این سرویس با فراهم کردن ارسال رایگان و سریع میلیون ها مشتری رو به خودش جذب کرد و از همین جا بود که درآمد و سرمایه شرکت شروع به جهش کرد. در سال 2006 آمازون وارد دنیای خدمات ابری شد و با AWS که مخفف آمازون وب سرویس هست صنعت اینترنت رو دگرگون کرد.
این بخش به یکی از ستونهای اصلی درآمد آمازون تبدیل شد و بهش کمک کرد تا حتی بیشتر از یک فروشگاه آنلاین رشد کنه. آمازون در طول این مدت با استفاده از پلتفرم‌ها و فناوری‌ها سرمایه خودش رو چندین برابر کرد و تونست در فهرست برترین شرکت‌های جهان جا بگیره. ما توی ویدیو چند بار اشاره کردیم به مبحث آمازون پرایم و مثلا معروف گفتنی کسب و کارهایی که زیر مجموعه آمازون هستن. اینها رو میخوایم ببینیم چی هن. خب من یه توضیح مختصری رو لازم دیدم که بگم که یکی از کسب و کارهای زیر مجموعهش اینه که آیدیبله که کارش تولید کتاب صوتیه، یک شرکت دیگه دارن که کارش تولید محتوای ویدیوییه و یک شرکت یه سری سرمایه‌گذاری توی زمینه هوش مصنوعی داره. و خب یکی از دو تا از چیزایی که خیلی معروفه توی دنیا که البته به آمازون همه نمیدونن که مرتبط هست، یکی شرکت IMDb و یکی شرکت الکسا. IMDb که خب همه میدونن، همه اونا که فیلم بازن میدونن که یک شرکتیه که یک سایتیه که تحلیل و بررسی ویدیوها رو انجام میده. اون اطلاعات کاتالوگ ویدیو هاست، در اصل کاتالوگ سینماه، فیلم‌های سینمایی، سریال هاست که توش مشخصا خب وقتی فیلم ساخته میشه اونجا میبینید که کاراکتر اون اکتراشون بازیگراشون میذاره با کاراکترشون که کی بازی کرده، فیلمشو میذاره، تیزرشو میذاره، یه توضیح می‌نویسه، دسته‌بندیش میکنه که بر اساس چه فیلمایی قابلیت جستجو ایجاد میکنه توی فیلم ها. و خب این یه مزیت خیلی خیلی قویه که کسب و کار رو داشته باشه، یه همچین چیزی برای سینما وجود داشته باشه و خب بسیار معروفه و امتیازی هم که IMDb به فیلم ها میده بسیار اثرگذاره توی فروش اون فیلم ها که خب میتونه درآمدهای جانبی رو در پس پرده برای صاحبش داشته باشه. و شرکت دیگه الکسا که خب اون کسایی که طراح سایت باشن با رنکینگ الکسا خیلی آشنان، چون این شرکت دقیقاً یکی از شرکت‌های زیر مجموعه آمازونه که بر حسب همین نیازهایی که توی کسب و کار خود آمازون، سایت آمازون نیاز بوده، این شرکت ایجاد میشه و میاد روش کارا رو انجام میده که این شرکت دقیقاً توی سال 2016 $330 میلیون فقط برای کسب و کار به اصطلاح معروف گفتنی آمازون برای جف بزوس درآمدزایی کرده و توی سال بعدش تو سال 2017 $700 میلیون شده این درآمد و همینجور درآمد افزایش پیدا کرده. حالا اینکه چه جوری ویدیوهاشون باید بسازیم، ولی به صورت کلی میگم که این درآمدها رو در اثر چیزای حاشیه‌ای به دست آورده و این فقط حاشیه‌ای کارش بوده که توی یک سال انقدر درآمد تونسته کسب بکنه. و مبحثی که هستش اینه که البته الان الکسا خیلی فعالیت‌های محدودی داره و خیلی مثل قدیم فعالیت نمیکنه، ولی این در بین فراموش نکنیم که یه مبحثی داریم اسم آمازون پرایم. آمازون پرایم خب به هر حال چیزی که ما خیلی شنیدیم، یک به اصطلاح معروف گفتنی بخوام ساده شو بگم، شما اسنپ داری استفاده میکنی، احتمالاً کسی که داره ویدیو رو میبینه ایرانی باید باشه و تو ایران زندگی میکنه و اسنپ رو میدونه چیه. اسنپ یه چیزی داره میگه اسنپ پرو یا مثلا دیجیکالا داره، مثلا دیجیکال نمیدونم پرو یا فلان و اینجور چیزا دارن و از شما به اصطلاح معروف گفتنی یک پولی رو دریافت میکنه و یه اشتراک ویژه بهت میده که در اثر این اشتراک ویژه یه سری خدمات اضافه بر سازمان نسبت به بقیه دریافت میکنی. مثلا تو اسنپ میخوای غذا سفارش بدی، خب غذای با تخفیف دار رو به تو نشون میده، بهت کوپن میده که کوپن مثلا یه چیزی اضافه، مثلا یه سالاد اضافه رو غذات بگیری، یا مثلا چه میدونم موقعی که میخوای سفر بری با تخفیف باشه، یا اینکه ماشین برات سریعتر بیاد، ماشینای بهتر رو بهت بده، یا اینجور چیزها، یه مزیت اضافه. و این دقیقاً همون چیزیه که آمازون داره. حالا کی از رو کپی بگرده از رو کی دیگه ما نمیدونیم. و نکته‌ای که هستش اینه که مثلا آمازون پرایم هم همینجوری یه اشتراک ویژه است، شما میخرین و شما بهتون کردیت میده، یک کارتی رو یک گیفت کارت بهتون میده، کردیت نه. و کاری که میکنه اینه که شما میتونید از فیلم هایی که ساخت آمازونه توی سایت آمازونه میتونید فیلم ها رو رایگان ببینید، یعنی با استفاده از همون اشتراک ببینید، میتونید موزیکا رو استفاده کنید، کتابا رو استفاده کنید، تخفیف های ویژه بهره مند میشین، بعد بهتون یه سری امتیازهای بیشتری رو میده توی مثلا ارسال ها که مثلا
مثلا میگم موقعی که شما کالای رو سفارش میدید، مثلا فرض بکنیم مثل دیجیکالا ایران که میگه 2 هفته یه هفته طول میکشه، یه هفته 2 هفته طول میکشه تا بهتون برسه مثلا توی بازار شلوغ مثل دم عید یا مثلا توی بلک فرایدی، اینا میان چیکار میکنن؟ میاد میگه که شما رو بزنیم تو اولویت، مثلا پس فردا به دستت میرسه، فردا به دستت میرسه. و حالا حساب کنین تو آمریکا چقدر اثرگذاره. شما تو آمریکا حساب بکن دیگه، ایالتش اونقدر کشورش بزرگه که توش میتونن بیشتر از 1.5 میلیارد آدم کنار همدیگه زندگی بکنن، تازه وضعیتشون بشه مثلا کنار هم بودن ما ایرانی‌ها، شلوغشون بشه انقدر. و خب کشورشون وسعت داره، موقعی که بخواد مثلا از تو یه ایالتی یه چیزی بفرستن برای یه ایالت دیگه خیلی طول میکشه و این ویژگی خیلی خیلی مزیت مهمی محسوب میشه. و خب اینو نگاه بکنید کسب و کارهای دیگه هم مثل والمارت هم حتی اومده ازش استفاده کرده که مثلا میگم یا مثلا هوم دیپو یا آیکیا و اینا مثلا میان چیکار میکنن؟ به طرف مثلا کلاه هدیه میدن، حالا این والمارت رو دارم میگم یا مثلا این هوم دیپوت، و مثلا کسی که اینو داشته میشه این گیفت کارت پرایم پلاس پرو یا هر اسمی که باشه پاش بخواد تهیه بکنه بهش ویژگی میده. مثلا اینکه میره تو پارکینگ والمارت میخواد پارک بکنه، عوض اینکه تو این پارکینگ درندش بخواد بره اون عقبا پارک بکنه که تا اینجا بخواد بیاد پدرش باید در بیاد موقع خریدم با کلی بسته بره اونجا، بهش یه پارکینگ اختصاصی این جلوی پارکینگ بهش میدن، جلوی پارکینگ به قسمت پرایم، قسمت پلاس، قسمت حالا اکو، هر چی که اسمشو بخوایم بذاری و اونجا میتونی ماشین تو پارک بکنی و دیگه این مثلا زحمت رفت آمدت کم میشه یا تخفیف میگیری. و این چیزی که خیلی خیلی جالبه تو ایران هم داره کم کم ازش استفاده میشه و پیاده سازی میشه. امروزه آمازون یک غول بزرگ دنیای فناوریه که نه تنها در خرده فروشی آنلاین بلکه در حوزه‌های دیگه هم مثل هوش مصنوعی، استریم ویدیو و حتی تولید محتوای دیجیتال هم فعالیت داره. از زمانی که فقط یه سایت ساده برای فروش کتاب بود تا به امروز که به میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا خدمات عرضه میکنه، آمازون به لطف استراتژی‌های جف بزوس وارد هر حوزه‌ای که شده تسلط کامل پیدا کرده. تا سال 2016 کسب و کار آمازون میاد بیشتر از 130 میلیون نفر کاربر پیدا میکنه که اینا هر روزه و هر ماه و دورهای مختلف خودشون با توجه به چیزایی که خرید دارن میان شروع میکنن به خرید کردن از آمازون. و خب شما فکرشو بکن دیگه، 130 میلیون کاربر داری، مثبت 130 میلیون، و تا الان که بیشتر از مثلا رفتن 1 میلیارد داره رد میکنه که توی جهان همه دارن از آمازون استفاده میکنن. الان شما نگاه میکنید شعبش آمازون‌های سطح جهانی داریم که آمازون دبی داریم، آمازون امارات یونایتد عربیک یونایتد کینگدوم، و یا اینکه مثلا توی کشورهای مختلف داریم، تو کشورهای اروپایی داریم، تو کشورهای آمریکایی داریم و حتی تو کانادا داریم. اینا هر کدوم شعب مختلف داره و اینکه میبینی خب سطح کاربرشون یه جوری شده که الان توی دنیا موقعی که مردم میخوان یه چیزی بخرن میگن من نه حسش نیست، بذار آمازون میکنم برام بیاره، یا مثل گوگل کردن که مثلا معروفه. و خب تو سال 2014 یه اتفاقی میفته که جالبه براتون بگم. سال 2014 این کتاب فروشی آنلاین ما که اسمش آمازون و جف بزوس ساختهش بیشتر از 63% فروش آنلاین کتاب رو در سطح جهان این انجام میده. و بعد از اون اگه بخوام یه آمار دیگه که خیلی مهمه رو بررسی بکنیم اینه که 40% از فروش کل کتاب‌های جهان توسط آمازون تو این سال انجام میشه که هر ساله هم بیشتر میشه. این که میگم 40% اون 63% اینا معنیش چیه؟ 40% از فروش کتاب کل جهان یعنی چی؟ یعنی کتابا کل فروش‌ها یه قسمتش توی خرده فروشی است، یه قسمتش تو دست فروشی است، یه قسمتش تو کتاب فروشی‌های حضوریه و یه قسمتش هم تو کتاب فروشی‌های آنلاینه که این کتاب فروشی آنلاین همون قدری که دست جف بزوس و آمازون هست، فقط 40% کل کتاب جهان اومدن از این سایت خریداری کردن که انقدر فروشش بالا بوده که توی همین سال رو بخوای نگاه بکنی بیشتر جمع فروشی که رو به دست آورده آمازون از طریق فروش کتاباش، فقط کتاباش بعد از آمازون فکر کنم 20 تا شرکت کل فروشاشو جمع بزنید فروش کتاب در مجموع برابری میکنه با فروش این آمازون و خیلی این فروش وحشتناک باله و این نشون از عظمت این کسب و کار معرکه هستش. حالا یه سال توی ذهن آدم شکل میگیره، آمازون چطور تونست این همه موفقیت به دست بیاره؟ آیا برنامه‌های بیشتری پشت پرده است که ازشون خبر نداریم؟ بیوگرافی مؤسس
جف بزوس، مؤسس و مدیرعامل پیشین آمازون، داستان زندگیش از همون ابتدا پر از ماجراهای جذاب و الهام بخش بود. او در 12 ژانویه 1964 در شهر آلبوکرکی نیومکزیکو به دنیا آمد. خانواده بزوس در ابتدا در یک سطح اقتصادی متوسط بودند. پدرش تد یورگنسن صاحب یک فروشگاه کوچیک دوچرخه بود و مادرش جکی بزوس وقتی جف به دنیا اومد تنها 17 سال داشت. وقتی جف تنها 4 ساله بود مادرش با مایک بزوس، یک مهاجر کوبایی، ازدواج میکنه و مایک نقش مهمی در تربیت و زندگی جف داشت. دوران کودکی جف در شهر هیوستون و بعدتر در شهر میامی گذشت. اما این همه داستان نیست. بچگی جف پر از خلاقیت ها و ابتکارات بود. اون از همون دوران کودکی علاقه شدیدی به تکنولوژی و کامپیوترها داشت. جالبه بدونید که توی گاراژ خونهشون یک آزمایشگاه کوچیک راه انداخته بود و هر روز وسایل مختلفی رو باز میکرد تا بفهمه چطور کار میکنن. این نشون میده که از همون سنین کم ذهن جستجوگر و خلاقی داشت. تحصیلاتش رو توی مدرسه های عمومی گذروند، ولی از همون اول مشخص بود که چیزی بیشتر از یک بچه معمولی توی ذهنش داره. بعد از فارغ التحصیلی از دبیرستان میامی پالمنتو به دانشگاه پرینستون رفت و در رشته علوم کامپیوتر و مهندسی برق تحصیل کرد. اونجا بود که بزوس با تکنولوژی های پیشرفته آشنا شد و همین باعث شد علاقش به دنیای دیجیتال عمیق تر بشه. در طی تحقیقاتم یاد یکی از خبرهای مهم شرکت آمازون افتادم که خب ترجیح دارم توی این فیلم باشه که ببینم حالا شاید به دردتون بخوره. شرکت ها همونجوری که میدونین اکثر شرکت های آمریکایی و شرکت های مطرح سطح دنیا سهامی عامن، خب، و مثل همین شرکت والمارت، شرکت علی بابا، شرکت های مختلف و خب سهام، یعنی مردم میتونن بخرن توی وال استریت یا توی نزدک میتونن بخرن و خب از این سهام کل شرکت آمازون فقط 17% هست که مال خود جف بزوسه. و حالا اون خبر مهمه اینه که توی آمریکا یه قاعده‌ای وجود داره و اونم اینه: موقعی که شما ازدواج میکنی داری امضا میدی، مثل اینجا مهریه که میگیرن، اونجا از شما یک چیزی رو میگن، بهش میگن حق تنصیف اموال. و یعنی موقعی که خواستی طلاق بگیری از هم دیگه، حالا دیگه نخواستین با هم زندگی کنین، باید هر چی که بعد از ازدواجت به دست آوردین، چه زن چه مرد، بذارن وسط، یه دونه منها بکشن و یه خط وسطش بکشن، نصفش مال مرد نصفش مال زن. و خب این قاعده‌ای که توی آمریکا خیلی رایجه و همه هم امضا میکنن، مثل ما ایرانی‌ها که پای هر مهریه‌ای رو امضا میکنیم و اصلا اون 16 تا 32 تا شرطی که توی عقدنامه می‌نویسن اصلا ما نمیخونیم که رسما، فقط امضا میکنیم. و حالا اتفاقی که افتاده این ربطش چیه به این؟ جف بزوس همسرش طلاق میگیره توی چند سال قبل و اتفاقی که میفته اینه، خب حق تنصیف اموال باید اتفاق بیفته دیگه. و خب اینجاست که جف بزوس 17% سهام داشته و خب حالا میخواد بیاد نصفش هم بده بره دیگه، کلا همه چی از دستش میره، شرکت به گندگی خونه ها و اینا. و حالا اینکه چه اتفاقایی بینشون میفته و چه توافقاتی صورت میگیره، جف بزوس میاد دیگه خب تهش مجبور این کار رو بکنه که حالا داستانه پس طلاقش چی بوده رو کار نداریم، اون دیگه زندگی خصوصیش به ما ربطی نداره. میاد چیکار میکنه؟ میاد و با همسر سابقش توافق میکنه 4% از سهم خودش رو از اون 17% میده و 13% سهم رو برای خودش نگه میداره و اون 4% رو هم بدون حق رأی توی هیئت مدیره میبخشه. یعنی به همسرش واگذار میکنه. و اتفاقی که میفته اینه که دیگه این وسط چیزی به اسم حق رأی برای خانومش باقی نمیذاره و همین طلاق گرفتن از جف بزوس برای خانومش که حالا مقصر طلاق کی بوده و چی بوده، باعث میشه که زن جف بزوس، مکنزی بزوس، تبدیل بشه به 4مین ثروتمند جهان که اصلا به نظر من باید یه شغلی رو جدیدن باز بکنن، اسمشو بذارن طلاق گرفتن از ثروتمندا. این خودش باعث میشه یهویی ثروتمند بشی. و البته این تو ایران طبیعتا خب همه میدونیم که کاربرد نداره و به ما هم ربطی نداره، قانونش به من ربط نداره، یعنی به خودم میگم. و حالا چیزی که هستش اینی که این داستان من خوندم خیلی خیلی برام
عجیب غریب بودی همچین چیزی. و تو بگو که به نظر تو الان مهریه که ما داریم توی ایران میگیریم بهتره یا این که الان این حق تنصیفی که دارن میگیرن، چه خانم هستی چه آقا، بی‌طرفانه نظر خودت رو بگو که نه نظر جامعه رو. نظر خودت حتما برای من کامنت کن ببینیم که تو سر جامعه چی میگذره. واقعا این نکته جالبی شد به نظر من. حق تنصیف اموال یا اینکه مهریه، کدوم بهتره؟ درآمدها و سودها. آمازون یکی از موفق ترین شرکت های جهان از نظر درآمد و سودآوریه و این موفقیت نتیجه یک مدل کسب و کاری گسترده و چند وجهیه. درآمدهای آمازون از چند منبع اصلی تامین میشه که هر کدوم نقش مهمی در پایداری و رشد این غول اینترنتی داره. اول از همه فروش آنلاین اصلی ترین منبع درآمدی آمازونه. آمازون با توجه به حجم عظیم کاربرانش همچنان در صدر لیست فروشگاه‌های آنلاین جهانی قرار داره. این شرکت در سالهای ابتدایی فعالیتش عمدتاً از طریق فروش کالاهای فیزیکی کسب درآمد می‌کرد، اما امروز منابع درآمدی متنوع‌تری داره. تا اینجا احتمالاً یه سوالی برای تو هم باید پیش اومده باشه. اونم اینه که اگر که الان آمازون داره این همه کالا میفروشه، این کالاها رو از کجا میاد؟ یعنی خودش داره تولید میکنه یا اینکه داره چیکار میکنه؟ خب جوابش مشخصه که یه بخشی از کالاها رو داره خود آمازون تولید میکنه و کالای خودشه داره میفروشه تو فروشگاه خودش، تو سایت خودش، و یک سری کالاها رو از تامین کننده به صورت عمده میخره و میاره برای فروش که خب به هر حال سودش منطقیه. به خاطر همینم به نوعی میشه گفت کالا رو موقعی که از آمازون میخری به قیمت مناسب میخری اکثر اوقات. و یکی دیگه هم اینه که آمازون به عنوان شخص ثالث به عنوان فروشگاه شخص ثالث داره کار میکنه، یه بخشی از کسب و کارش، و به فروشنده‌های دیگه هم اجازه میده که کالایی که دارن رو بیان خودشون توی سایت آمازون طراحی بکنن، تعریفش بکنن و اینکه فروش ایجاد میکنه براشون و از اون فروشه درصدی کارمزد میگیره. خب این هم یه بخش از درآمدشه و این خب چیزیه که ما توی ایران هم توی دیجیکالای ایران داریم میبینیم نمونهشو. و حالا از این مبحث که بخوایم بگذریم، یک نوعی از درآمدزایی هست که این به یکی از ویژگی‌های پایه‌ای و لوجستیکی خود آمازون برمیگرده و اون همینه که ببین قدرت آمازون توی مبحث لوجستیکالشه، یعنی کاملا مشخصه که از لوجستیک کار داره پول در میاره، برخلاف والمارت بیشتر از این که لوجستیک باشه از اون سیستم تأمین کنندگیشه که داره پول در میاره. خب یعنی فیلمشو من اینجا گذاشتم، موقعی که والمارت نگاه می‌کنی چقدر هوشمندانه داره برخلاف آمازون کار میکنه، میبینی که اصلا مویرگی اینا با هم فرق دارن و ولی فرقشون بعد یه دنیایی رو تشکیل میده خودش و اونها دارن، والمارت داره روی یه چیز دیگه تمرکز میکنه و اونم تأمین منابع عمده است که با قیمت رو بیاره پایین، ولی آمازون داره چیکار میکنه؟ توی پخش مویرگی داره کار میکنه، یعنی که بهتر بتونه محصول بیاره در خونه شما تو خونه نیای بیرون، حوصله نداری، کار نداری یا مثلا نمیخوای بری تو آفتاب، تو سرما، تو گرما بیرون، میاره برای در خونه که حالا با پهپاد میاره، با ماشینای ون میارن براتون، با پست ارسال میشه، خود فروشنده میفرسته و هزار راه داره. و اتفاقی که میفته اینه که یه سیستمی دارن که حالا دیجیکال ایران اسمش گذاشته انبارش، اسم خارجیش خود آمازون میذاره FBA هست، نه FBI نه FBA که مخفف شده Fulfillment by Amazon که حتی آمازون خونده میشه تو آمریکایی، تو انگلیسی و لهجه من گیر ندید. بعد اتفاقی که میفته اینه که کارش اینه که شما محصولاتت رو عوضی که بری تو فروشگاه خودت انبار کنی، میبری تو انباره آمازون و اونجا دسته‌بندی میکنی و دیگه کارش دیگه بقیش به من فروشنده دیگه ربطی نداره و هر زمان که فروشی ایجاد بشه، مشتری بخواد بخره محصول منو، خود انبارگردان به صورت اتوماتیک محصول منو برداشت میکنه ازش و بعد میذاره تو سبد خریدار، بسته‌بندی میشه، پک شد، بعد برای مشتری ارسال میشه و این یه ویژگی رو ایجاد میکنه. اونم چیه؟ اینه که خیلی از افراد میرن از سایت‌هایی مثل آمازون، علی بابا، از علی بابا، علی اکسپرس و سایت‌های مختلف چینی خرید میکنن به صورت عمده در حد مثلا چند هزار تا و بعد اون محصول رو با کانتینر از چین میفرستن به آمریکا و آمریکا
انبار آمازون تحویل میگیره، محصولات رو میاد دسته‌بندی میکنه تو انبارش، هر زمان فروش ایجاد شد برای شما پرداخت میکنه. فلا فرض کن اینجا مثلا رفتی یه محصولی رو خریدی از چین به قیمت مثلا $10 و بعد میای میفروشی توی آمازون و اون محصول توی آمازون توی آمریکا توی جهان داره به قیمت مثلا $35 فروخته میشه، تو میذاری مثلا $25 و خب فروش تو بالا میره، فروش اون خریدارم سودشو میبره، آمازون هم توی این وسط کارمزدشو میگیره. و اصلا حالا جالبیش اینه که بگم خیلی از افرادی که این کارو میکنن ایرانیان یا اصلا پاکستانیه یا طرف هندیه یا اصلا یه جای دیگه دنیا زندگی میکنه، هیچ ربطی نه به چین داره نه به آمریکا، ولی منتها توی این واسطه داره کار میکنه که این شیوهیه که خیلی خیلی جدیداً مد شده و دارن ازش استفاده میکنن، درآمدزایی میکنن. اینم این وسط بگم هیچ شرکتی ندارم، هیچ واسطه‌ای به من نمیرسه، هیچ پولی هم به من نمیرسه که اینا رو تبلیغ کنم. فقط دارم میگم که این روش‌ها هست، میتونی در موردش تحلیل بکنی و ازش میتونی استفاده بکنی. یکی از چیزایی که بسیار آمازون روش سرمایه‌گذاری کرده و سرمایه‌گذاری میکنه هوش مصنوعیه. یعنی همین چیزهایی که ما امروزه مثل چت جی پی تی، مثل گوگل جیمینای یا مثلا که مال گوگله یا چیزهای دیگه‌ای که الان هستن و می‌بینیم که دور عصر هوش مصنوعی داره به وقوع میپیونده، الان اومده روش بسیار سرمایه گذاری کرده و از این سرمایه گذاریش داره استفاده میکنه تو کسب و کار خودش، نه اینکه فقط سرمایه گذاری بکنه که اون سود بده، بلکه الان داره از سیستم های انبارداری و پردازش کالا توی انبارش با استفاده از ربات ها استفاده میکنه. یعنی دیگه اصلا انسان درگیر نیست تو کار. و مثلا قبلا انسانا با از تو قفسه ها جنس ها رو برمی‌داشتن، بعد میرفتن دسته‌بندی میکردن، برای هر سفارش هر سبد خرید میذاشتن داخل اون جعبه و بسته‌بندی میکردن و ارسال میشد. الان از لحظه‌ای که کالا میخواد بیاد توی انبار تا چینشش، تا اینکه اولویت چینشش با چی باشه، داره با استفاده از رباتایی که هوش مصنوعی داره اداره میکنه میاد چیده میشه. بعد هر زمان سفارش شما تو سایت ثبت میشه، این فلفور میاد بر اساس همون پروتکلی که داره میاد محصولات رو بر اساس سنگین و سبک خودش میچینه، توی ترتیب میچینه توی لیست برداشتنش، بعد برمی‌داره از توی قفس‌ها میبره میذاره تو جعبه رو خودش درش رو میبنده، دسته‌بندی میکنه با ربات و اینها رو میذاره توی قسمت مرسولات. موقعی هم که پک شد توی کامیونا تقسیم میکنه و این هوش مصنوعی داره این کارا رو میکنه. و همین هم مسئله توی چند سال اخیر باعث شده که کلی آدم بیکار شن و خیلی با آمازون فشار بیارن، اعتراض بکنن، اعتراضات را بیفته و دردسرای مختلف. ولی منتها هر جور بوده یه چیزیه که باید دنیا باش مواجه بشه، چاره ای نداریم توی دنیای فعلی. تو دنیای فعلی اینجوری نیست که دیگه مثل قدیم بشه با اینجور چیزا، با اعتراض کردن و این چیزا کارو در آورد. بیشتر میشه گفتش که دنیا داره به سمتی میره که یا باید مهارت خاصی رو داشته باشه که مد روز باشه و به کار مردم دنیا بیاد، یا اینکه اگر که نداری کار جنراله بایستی آماده باشی که هر آن یه چیزی بیاد حذفت کنه، اونم یه ربات، چیزی که دست ساخته دست انسانه. و خب این مزیت‌های خودش رو داره، معایب خودش رو داره و این چیزیه که بایستی ازش به هر حال استفاده بکنی. ولی منتها هوش مصنوعی حالا کارهای دیگه‌ای هم میکنه، ولی خب به هر حال دیگه مزایا و معایب خودش هم داره و پیشنهاد میکنم حتما نظرتو برام بنویسی که این چقدر میتونه رو کار تو تاثیر داشته باشه. به نظر چه کارهایی توی آینده هستن که میتونن این هوش مصنوعی رو با استفاده کردن از هوش مصنوعی میتونی براش بهینه‌سازی بکنی، یا اینکه اصلا کسب و کار تو الان چیه که هوش مصنوعی میتونه تهدیدش بکنه. و خب این یه چیزی که برای مردم دیگه هم شاید جدی باشه. اگر که تو بیدار شدی در این مسئله، حتما بذار بقیه مردم هم متوجهش بشن. حالا این هوش مصنوعی یه سری کاربردهای مثبتی هم داره توی مثلا سایتش، که توی قسمت سایت کسب و کار آمازون که اگه بخوایم بررسیش بکنیم، مثلا فرض کن شما یه کالایی رو به عنوان مشتری میای خرید میکنی، مثلا این پیرن رو میای خرید میکنی، یه پیرن مثلا پشمی میخری رنگ قهوه‌ای و اون میفهمه که شما مثلا سلیقتون بعد از 2-3 بار محصولات رو نگاه کردن و اینکه داری سفارش میدی، میفهمه سلیقت چیه. بعد بر اساس سلیقت دیگه کالاها رو بر اساس سلیقه شما میاد دسته‌بندی میکنه، نه بر اساس چیزی که توی دسته‌بندی وارد شده و کد داره. و میاد اینجوری باعث میشه که افزایش فروش اتفاق بیفته. مثلا دیدی مثلا داری خرید میکنیم، یهو میبینی مثلا پیرن قهوه‌ای خریدم، شلوار مثلا ستش هم هست، کفش بوت هم هست، خب این دیگه عالی شد. بعد یه کلاه مثلا شاپو هم هست که این ترکیب چقدر خوب میشه. بعد میگه خدای من چقدر سبدم خوب سریع جمع شد، خودش به حالم، چقدر اصلا کائنات به حالم چید. این دقیقاً همون مسئله‌ای که اینجا داره هوش مصنوعی کار میکنه و این اصلا متوجهش نمیشی. و اتفاقی که میفته یا مثلا میاد چیکار میکنه، مثلا برای بهینه‌سازی
مصرف سوخت برای نگهداری درست از طبیعت میاد استفاده میکنه از سیستم پخش بهینه و کاری که میکنه اینه، مثلا میگم قرار امروز آمازون 4 تا کامیون از این شعبه انبارش میخواد ارسال بشه، فرضاً میاد محصولات رو دسته‌بندی میکنه، مثلا میگه توی منطقه 1 تا مثلا 3 شهر میخواد اینا کنار هم دیگن، فرض که کنار هم باشن، میخواد پخش انجام بده. خب این کامیون انجام بده به این ترتیبم انجام بده، اول خانم فلانی، آقای فلانی بعدش، بعد آقای فلانی، بعد خانم فلانی، بعد همینجوری بره تا آخر. و این هر کامیون رو طراحی میکنه خودش. و الان هم که خب این کامیونا دیگه به صورت پیشران میتونن خود ران میتونن برن دیگه، اصلا احتیاج به چیز نیست، ولی منتها هنوز به اون درجه نرسیده. جای اینکه مثلا میتونن پشتیبانی به درخواست مشتریان رو به صورت اتوماسیون شده بیان انجامش بدن، بهش بپردازن. و اونم اینه که مثلا میگم فرض بکن یک مفهومی رو ما داریم تو رشته مدیریت، اگه خونده باشی کتابای مدیریتی رو میفهمی که میگه آقا هر محصولی که شما میخوای بفروشی توی این بازار، توی دنیا، 100 تا سوال متداول براش مطرح میشه که مشتری ممکنه مثلا بپرسه، مثلا در مورد این پیرهن بپرسه جنسش چیه، چقدر دوام داره، دون میزنه یا دون نمیزنه، سایز عرض سینه‌اش چقدره، عرض پشت شونه‌اش چقدره، یا اینکه مثلا قدش چجوریه، یقش چه مدلیه، بسته شدنش چقدر گرما ایجاد میکنه، سوال متداول متفاوت. و اینا رو میتونی همه رو به هوش مصنوعی بدی در مورد هر محصول، و موقعی که مشتری به پشتیبانی پیام میده که آقا این چرا اینجوریه چرا اونجوریه، خود هوش مصنوعی بر اساس متنی که بهش دادی طبق اون 100 تا سوال متداول میتونه بیاد چیکار کنه، میتونه بیاد کل اون محصول رو برای طرف در هم بپیچه، کل اون جوابی که میخواد. و این یکی از مزیت‌های بسیار بسیار رقابتی این کار میشه که میتونه خیلی کمک کننده باشه. و یه چیز رو هم بگم، تا اینجا اومدی این همه ویدیوهای منو دیدی، یه لایک نمیخوای به من بدی؟ یه لایک بزن پای ویدیوی من، بلکه ویدیوی منو به افراد دیگه هم نشون بده و بتونیم رشد بکنیم در کنار هم دیگه. ما قصدمون اینه که ویتامین کارآفرینی خونمون بره بالا، پس لایک کن. وقتی به سهام آمازون نگاه میکنیم داستان جالبی شروع میشه. سهام این شرکت در سال 1977 با قیمتی حدود $18 به ازای هر سهم وارد بازار شد و امروز در سال 2024 ارزش اون به هزاران دلار رسیده. رشد پیوسته سهام آمازون نتیجه توسعه مداوم و ورود به حوزه‌های جدیدش مثل هوش مصنوعی، تولید محتوای دیجیتال و حتی فضا هستش. جمع‌بندی به سبک همیشه نکات خاص رو میذارم تو جمع‌بندی. حالا نکته‌ای که هستش اینه که میخوایم ببینیم یکی از خبرهای خیلی باحال و یکی از رویاهای جف بزوس که به حقیقت پیوست چی بود؟ خب مشخصه، این بود که تونست با موشک شخصی خودش که پولش رو خودش داده بود تونست بره به فضا و اون هم با پول خودش. و این خیلی جذابه برای یک ثروتمند که یه همچین رویایی رو داشته باشه. این همچین رویایی رو کس دیگه هم داشت از ثروتمندها که سازنده گروه ویرجین بود و اون هم ویدیوش هست و توی چنل ما. و اتفاقی که افتاد، میخوام حالا به اون داستانی بپردازم که این که ثروت جف بزوس توی این سالها چه تغییراتی کرده. ثروت جف بزوس اولین باری که خیلی دیگه شناخته شده بود در سال 2008 که به عنوان 110مین مرد جهان شناخته میشه و با ثروت 8.2 میلیارد دلار، و در سال 2015 به 58.4 میلیارد دلار ثروتش افزایش پیدا میکنه و در سال 2017 یه افزایش ارزشی رو در سهم به اصطلاح معروف گفتنی خود آمازون ما شاهد هستیم که میره بالا. و در سال آوریل سال 2020 به خاطر کرونا که اومد هممون خونه نشین شدیم، مجبوریم از بیرون بخریم. این دقیقاً شکوفایی بود برای کسب و کار آمازون که ارزش سهامش به 162 میلیارد دلار رسید و این تازه تو آوریل بود. در طی سال تا نوامبر 11 ماه میلادی هست، در سال 2020 یعنی کمتر از یک سال به 185.5 میلیارد دلار میرسه و در آوریل 2024 که امسال هستیم داخلش به 194 میلیارد دلار میرسه و این ثروت بسیار افسانه‌ایه. و خب به هر حال از اونجایی که رقابت همچنان بالاه و برای سال 2024 تموم نشده، هنوز رتبهش مشخص نیست، ولی رتبهش قطعا جزو 10 نفر برتر ثروتمندان جهان هستش. و خیلی خیلی این زندگی نامه ها به ما کمک میکنه که بفهمیم چه راههایی رو میشه ازش پیروی کرد.
خیلی خوشحال شدم از اینکه تا این لحظه در کنار من بودی. من علی کارگزار بودم و اینجا کانال کالج مدیریت بود. خیلی خوشحال میشم که تا اینجا ویدیو حتما ما رو لایک کن و امیدوارم که ما رو گم نکنی، چون این بسیار ویدیوها بهت کمک میکنه که بتونی یک کسب و کار ایدئال رو طراحی بکنی و بیوگرافی زندگی مردم رو هم، زندگی کسب و کارهای مطرح رو هم بدونی. پس حتما کانال ما رو سابسکرایب کن. و در آخر میخوام بهت پیشنهادی بدم در مورد یکی از کسب و کارهای مطرح دنیا که کسب و کار علی بابایی که در میون این ویدیو که داشتی میدیدی من گفتم که چه رابطه‌ای براش وجود داره که شما میتونید چجوری ازش درآمدزایی بکنید. حالا بیا خود علی بابا رو اصلا ببین چی هست. و من فیلمش رو ساختم توی کانال اینجا سمت راست من، فیلمش رو میذارم برات، مستقیما روش کلیک کن، بعد این فیلم ببین. واقعا دنیا رو یه شکل دیگه میتونی ببینی، میتونی به درآمدهای دلاری برسی ازش و کسب و کار بسیار زیباییه که جک ما اون رو طراحی کرده. حتما این ویدیو رو ببین و در آخر یادت نره که لطمه سابسکرایب رو بزنی.